شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژیاهای نو تاجیکستان به بیماری التهاب شش دو طرفه گرفتار شده است. بنا به اطلاع رادیوی آزادی، شیرعلی کبیر اینک حدود 10 روز باز از این بیماری رنج میبرد و تنها روز یکم ایول از زیر دستگاه نفسگیری صنعی بیرون آمده است. یک منبع نزدیک به حکومت تاجیکستان به شرط نبردن نامش روز 3 ایول به رادیوی آزادی گفت شیرعلی کبیر در پژوهشگاه گاستروانترولوژیا معروف به کلینیکای منصوروف واقع در محله 82 بستری است. به گفته همصحبت رادیوی آزادی، روز 3 ایون در جلسه حکومت که تحت ریاست پرزیدنت امامعلی رحمون برگزار شد، شیرعلی کبیر بنابر وضع سلامتیش حضور نداشت. یک منبع از پژوهشگاه گاستروانترولوژیا گفت شیرعلی کبیر به بیماری التهاب دو طرفه شش گرفتار شده است و در حال حاضر تحت مراقبت پزشکان قرار دارد. کبیروف 5 روز زیر دستگاه نفس صنعی قرار داشت و با بهبود یافتن سلامتیش دستگاه صنعی را گرفتند، گفت همصحبت رادیوی آزادی. دوستان شیرعلی کبیر میگویند بنابر ممنوع بودن عیادت به دیدارش نرفتند، ولی آگاه شدند که وضع سلامتیش خوب شده است و در روزهای نزدیک از شفاخانه مرخص خواهد شد. شیرعلی کبیر ماه نوامبر سال 2000 وزیر صنعت و تکنولوژیاهای نو تعیین شد. او قبلا رهبری شورای مدیران شرکت آلومین سازی تالکو، بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان را بر دوش داشت. شیرعلی کبیر 22 نوامبر سال 1971 در نویه درواز تولد شده. سال 1992 دانشکده سودا و کپراتیوی شهر نوسیبیرسک روسیه و سال 1994 دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان را ختم کرده است.